سایه‌های تسخیر شده. باران سید آسا خیابان‌های تاریک شهر را شستشو می‌داد. شب خیس و وهم‌آلود بود با نورهای نئونی که در قطرات باران منعکس می‌شدند. سوفیا، خوناشامی که تازه به این شهر آمده بود، زیر چتر سیاه خود ایستاده و به خانه‌ای قدیمی در انتهای خیابان خیره شده بود. چیزی در مورد این خانه درست نبود. هوا در اطرافش سنگین بود، مثل اینکه یک نیروی نامرئی او را به سمت خود می‌کشید. در این شهر از همان ابتدا حضور موجوداتی را حس کرده بود که انرژی شیطانی داشتند. اما این خانه چیزی فراتر از یک حضور ساده بود. یک چاه عمیق از تاریکی در آن موج می‌زد. سوفیا از میان خیابان گذشت و روی پله‌های ورودی ایستاد. در راه هل داد. قفل نبود. خانه اندی. نور کمرنگ لامپ‌های سوسوزن اتاقی را که پر از اسباب بازی‌های قدیمی و شکسته بود روشن می‌کرد. هوا بوی عجیبی داشت. بوی شبیه به چوب سوخته و خون خشک شده. در مرکز اتاق پسری با موهای تیره و چشمانی قرمز درخشان نشسته بود. اندی با صدای آرام و کشدار گفت: بالاخره اومدی. میدونستم که پیدات میکنم. سوفیا چشمانش را تنگ کرد. این بچه انرژیش طبیعی نبود. او یک کودک عادی نبود، بلکه چیزی تاریک‌تر در درونش جریان داشت. تو کی هستی؟ سوفیا دستش را مشت کرد و آماده حمله شد. اندی لبخند زد. من اندیم و اینجا خونه من و دوستانمه. او به عروسک‌هایی که روی قفسه ها نشسته بودند اشاره کرد. اما اینها عروسک‌های معمولی نبودند. چشمانشان در تاریکی درخشان بود و سایه‌های نامرئی دورشان می‌رقصید. سوفیا قدمی به جلو گذاشت. تو تسخیرشون کردی. اندی شانه بالا انداخت. من اونا رو توی این بدنهای کوچیک زندانی کردم، اما تو فرق داری. فکر کنم تو هم میتونی جزئی از بازی باشی. با ناگهان همه چیز تغییر کرد. مواجهه خونین. از گوشه اتاق دو عروسک بزرگ تکان خوردند. یکی از آنها لباس فضایی داشت، دیگری یک گاوچران بود، اما چیزی که آنها را وحشتناک می‌کرد چشمانشان بود. دو نقطه سرخ درخشان که از درونشان می‌سوخت. سوفیا می‌توانست انرژی شیطانی درونشان را حس کند. اندی خندید. قدرتی دارن که هیچ کس نمیتونه ازشون فرار کنه. عروسک‌ها به سمت سوفیا هجوم بردند. باز با سرعتی غیر انسانی به طرفش پرید، اما سوفیا با یک حرکت سریع جا خالی داد و با چنگال‌های تیزش به سوی او حمله کرد. چنگال‌ها به پلاستیک بدن عروسک برخورد کردند، اما انگار که نیروی نامرئی آن را محافظت می‌کرد. از سمت دیگر بودی طنابی را به سمت سوفیا پرتاب کرد. سوفیا در هوا چرخید و طناب را گرفت، اما ناگهان احساس کرد که انرژیش در حال مکیده شدن است. این طناب عادی نبود. اندی گفت: بیهوده تقلا نکن، خوناشام. تو هم بخشی از مجموعه من میشی. اما سوفیا اهل تسلیم نبود. او دندانهایش را به هم فشرد و با یک حرکت شدید طناب را پاره کرد. نور سرخ از چشمانش فوران کرد. او با سرعت به سمت اسباب بازی‌ها حمله کرد. یکی پس از دیگری آنها را از بین برد. هر عروسک که شکسته میشد، یک جیغ شیطانی در فضا میپیچید. اما این کار فقط یک مشکل داشت. آزاد شدند. پایان بازی برای اندی. وقتی آخرین عروسک فرو ریخت، تاریکی عظیمی از میان شکاف‌های آن بیرون آمد. اندی که دیگر کنترل اوضاع را از دست داده بود، عقب رفت. شیاطینی که زمانی او تسخیرشان کرده بود، حالا آزاد شده بودند. سایه‌های سیاه از دیوارها بالا رفتند. اتاق پر از زمزمه‌های ناخوانا شد. اندی وحشت زده به سوفیا نگاه کرد. نه تو نباید این کار رو میکردی. اما دیگر دیر شده بود. شیاطین به سمت اندی هجوم بردند. او جیغ کشید، اما صدا در میان سایه‌ها گم شد. تاریکی دورش پیچید و بدنش در آن حل شد. لحظه‌ای بعد فقط سکوت باقی مانده بود. سوفیا نفس عمیقی کشید و به خانه متروک نگاهی انداخت. دیگر صدایی از آن بر نمیخواست. همه چیز تمام شده بود. او چترش را باز کرد. به باران قدم گذاشت و در تاریکی شب ناپدید شد.